آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است در شهر خاروق طی 3 روز دوام داشت. در نخست روز آزمون 135 نفر داوطلب طبق نقشه برای اشتراک در آن نام نویس کرده شده بودند، ولی ضمن رفت آزمون در 3 روز تعداد خواهشمندان در آن دانش سنجی نمودند به زیاده از 200 نفر رسید. همین طریق بیش از 200 نفر داوطلبان در آزمون شهری فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک نمودند که این بازگو از عمومی گردیدن این آزمون بوده. شهادت از آن است که نسل جوان در اصل با کتاب و کتابخوانی نظر جدید را پیدا نمودند. هیئت حکمان عبارت از خادمان کلان علمی، استادان دانشگاه دولتی شهر خاروق، نامزدان علم‌های فیلولوژی، کارمندان انستیتوت علم‌های گومانیتاری، شاعران، دکتران علم با جدیت خاصه به آزمون مناسبت نموده آزمون را انقلاب عظیم در دنیای کتابخوانی نسل جوان امروزه معنی داد نمودند. تأثیرات اولین هر یکی ما هیئت حکمان همین است که سال تا سال میل، رغبت، شوق، مهر و محبت مردم با کتاب و کتابخوانی خیلی زیاد شده ایستاده است. نه تنها در این آزمون طالب علمان مؤسسه های تعلیمی شرکت دارند، بلکه نمایندگان قشرهای گوناگون جامعه با یک حوصله، با یک شوق و هوس در این آزمون اشتراک کردند و اکثریت آنها صاحب جایهای فخری شدند. در برابر هیئت حکمان اینچنین والدان و استادان طالب علمان و رئیس شهر خاروق با کارمندان مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر خاروق در رفت آن اشتراک نمودند که این بار دیگر توجه اهل جامعه را به این آزمون معرفتی ذکاوتی نشان می‌دهد. هیئت حکمان به دانش کل اشتراکداران آزمون بهای بلند داده اظهار داشتند که امسال در حقیقت به این آزمون دید نو جدیت خاصه روانه کرده شده است. قبل از همه قید کردنی هستم که آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است که با دستور و سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان راه اندازی کرده شده است. همه مردم جامعه را به وجد آورده است، به ذوق آورده است، به شوق آورده است، به کتاب مردم رو به کتابخوانی آورده است و ما طول 3 روز انا در همین تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خاروق آزمون شهری را گذراندیم و در آن تقریبا یا زیاده از 200 نفر اشتراک کرد و از برآمد آنها، از سخنرانی این فرزندان خودمان، نمایندگان دیگر قشر جامعه ما لذت بردیم و ما قبل از همه البته تکیه به نظامنامه آزمون کردیم و همه آنها طلبات آن را شروع رعایت کردند. در جنبست آزمون رئیس شهر خاروق میرزا نبات علیشیر خدابیردی اشتراک نموده قید داشت که این آزمون که به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بخشیده شده است، ارجمندی کتاب و تاریخ کتابداری و کتابخانه ملت تاجیک را تجسم می نماید. از اهل داوطلبان که زیاده از 200 نفر را تشکیل نمودند، 25 نفر در نامیناسی‌های گوناگون به دور ولایتی را خط گرفتند.